صبحی امروز 558 محبوس طبق قانون درباره عفو از مؤسسه اصلاحاتی 313 واقع در شهر دوشنبه به آزادی برآمدند. برای پیشوازی آنها نزدیکانشان از صبح جمع آمده بودند. برای بیشتری جمع آمده ها این روز خرسندی و خوشبختی بود، اما آنهایی هم بودند که از نزد در زندان ناامید برگشتند. تا گشوده شدن درهای زندان مردم زیاد از نهایت احساسات گاهی اشک می‌ریختند و گاهی صدا بلند می‌کردند. چند نفر کوشش عبور از مانعه ها هم کردند، اما نگهبانان زندان مانع این کار شدند. بین جمع آمدگان ده‌ها زن و مرد هم دیده می‌شدند که بعد از محبس خارج شدن زندانیان بین آنها نزدیکان خود را پیدا نکردند و با آه و فیغان به خانه‌هایشان برگشتند. در همین حال جنیدالله خدایارف بلاگر تاجیک هم که در این محبس به سر می‌برد به آزادی برآمد. گفتنی است صبح دیروز از مؤسسه اصلاحاتی 313 واقع در ناحیه یاوان یکباره 794 نفر آزاد شدند. در مؤسسه اصلاحاتی 313 حدود 1100 نفر قرار داشتند و حالا همگی حدود 300 نفر که به قانون عفو وارد نشدند باقی ماندند. یعنی حدود 73% محبوسان این زندان آزاد شده، همگی 27% باقی ماندند. با گفته منبع پیام، آزادسازی یکباره این مقداری بزرگی محبوسان در یک روز را کارمندان سابقه دار این نهاد هم یاد ندارند. یکی از محبوسان آزاد شده که بعد 2.5 سال زندان چند ساعت پیش به خانه‌اش برگشته است، با پیام گفت: سرعت اجرای قانون در زندان یاوان برای محبوسان غیر منتظر بود. همه فکر می‌کردند که آزادسازی زینه به زینه دوام 2 ماه انجام می‌شود. ولی دیروز به ما خبر دادند که پگاه به آزادی می‌براییم. ما البته تا زمانی که امر کردند چیزهایمان را جمع کنیم و صف آراسته به نزد دروازه بردند و آن را باز کردند باور نکردیم، گفت این محبوسی الکی سابق.